سلام رایه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر جا هستید دلتون شاد و لبتون خندون باشه. من مجتبی امینیم و توی این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطوری توی گوشیتون یه فیلم یا عکس رو بدون هیچ برنامه‌ای پنهان کنید. فقط قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، اگر تا الان این پست رو لایک نکردید بی زحمت 2 بار بزن رو صفحه این پست رو لایک کن. اگر هم که از اکسپلور داری این ویدیو رو می‌بینی، آموزش قبلی و آموزش بعدی رو به هیچ عنوان از دست نده. برو بریم. خب برای این کار کافیه که وارد مای فایلز یا همون فایل های شخصی بشید و اون فیلم ها یا عکس هایی که میخواید مخفی کنید رو به یه پوشه جدید انتقال بدید. الان من مثلا این رو میخوام مخفی کنم، این فیلم رو انتقالش میدم به یه فایل جدید. اینجا یه دونه فایل میسازم. خب حالا اون نکته مهمی که هست اینه که قبل از اینکه اسم فایل رو وارد کنید کافیه که یه دونه نقطه یا دات قرار بدید و دیگه حالا اسمش رو هرچی میخواد بذارید مهم نیست. الان مثلا من همجوری یه ام میزنم و اون رو درستش میکنم و انجام شد رو میزنم و الان به این فایل منتقل شد. الان من اگه توی حافظه گوشیم یا اون فایل های شخصی بیام، اصلا همچین فایلی که الان ساختم وجود نداره و اون فیلم نه تنها اینجا پنهان شده که اصلا تو هیچ جای گوشیتون دیگه نمایش داده نمیشه. الان نیستش اگه بدید، نه گالری نه هیچ جای دیگه. حالا اگه خواستیم خودمون ببینیم یا مثلا پاکش کنیم یا هر کارش کنیم چیکار کنیم؟ کافیه که وارد ستینگ یا تنظیمات بشید و اینجا گزینه شو هیدن فایلز یا همون نمایش فایل های پنهان رو فعال کنید. اینو که فعال کنید الان برگردید، غیر از اون حالا بازم فایل های پنهان داره گوشیتون، اونو بجورمش، میبینید که اون فایل برگشت و اینم همون ویدیویی که داخلش قرار دادم. خب خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که این پست براتون مفید بوده باشه. این ویدیو رو حتما برای دوستاتونم بفرستید تا اونا هم یاد بگیرن و اینکه این پست رو هم سیو کن که اگر خواستی یه موقع فیلمی رو مخفی کنی دوباره ببینی. در پناه حق باشی.